سلام دوستان، من مستر گیمم و امروز اومدم با آموزش این خونه خفن برای شما و خوشحال میشم که حتما سابسکرایب کنید. این از نمای داخلی خونه، این از بارخواب خونه و اینم از بیرون خونه. همینطور که مشاهده میکنید دارم برفم حالا داره میاد. این ویوش از سمت چپ و از سمت راست و بالا. خیلی خوب، حالا بریم سراغ آموزش این خونه خفن. اول 4 تا ردیف 20 تایی میچینی و بعد یه بارخواب درست میکنی. سپس 3 تا 3 تا، دقت کنین حتما 3 تا 3 تا باشه. یا نکن دیگه. و بعد 3 تا 3 تا همینجوری فاصله میذاریم و میچینیم. جز در خونه که فاصلش باید 6 تا باشه. همینطور که مشاهده میکنین الان میچینم تا به متوجه شین. حالا این دو شد چرمنده. 3 تا 3 تا. 3 تا فاصله یه دیوار چوبی، 3 تا فاصله یه دیوار چوبی و رویش سقف رو قرار میدیم. حالا تا اون دوستمون کفو میچینه ما هم دیوارا رو قراره درست کنیم. همینجوری 3 تا 3 تا فاصله میذاریم و حتما نباید این اتفاق، حالا 4 تا شد این شرمنده، و حتما نباید برای بارخواب نباید اصلا دیوار داشته باشه. خودتون که میدونید دیگه. تا الان یه ردیفشو درست کردیم، بریم برای ردیف بعدی. همینجوری 3 تا 3 تا فاصله میذاریم. اگه بیشتر از 3 تا بشه یه جورای خونه خراب میشه، پس تا جایی که سعی میکنین 3 تا باشه. همینجوری 3 تا 3 تا. الان تقریبا دیوار دومم تموم شده. راستی تا دیوارا رو میشینیم خوشحال میشیم که حتما سابسکرایب کنی. دیوار دومم تموم شد، بریم سراغ دیوار سوم. همینجوری چیزی که خوشگلی. الان دیگه دیوار دوم آخراشه. بله این دیوارم تموم شد و حتما اینا 3 تا 3 تا باشه چون میخوایم شیشه بذاریم. اگر هم آخرش جا کم اومد میتونیم مثلا 2 تا 2 تا هم درست کنیم، مشکلی نیست. مثل اینجا که الان 2 تا گذاشتیم. بعد دوستان میتونیم آجر سفید رو ورداریم و بریم برای کف بارخواب. سفید معمولا با چوب بیشتر به هم دیگه میان، واسه همین ما از رنگ سفید استفاده میکنیم. حالا شما میتونین از رنگای دیگه هم استفاده کنین ولی سفید قشنگتره. این رنگ سفیدم تو برفا میتونین پیداش کنین، خیلی راحته. بعد که کفو چیندین که تموم شد، یه دور کامل دور بارخواب و چوب میاریم بالا که هیچ مابی نتونه بیاد داخل. اینا به این صورت. حالا این طرفشم بچینم. بله. و حالا که این قسمت تموم شد، حالا باید شیشه مشکی برداریم. حالا معمولا مشکی قشنگتره، ما تو ویدیوامون معمولا از مشکی استفاده میکنیم. و بعد اون ستاهایی که خالی گذاشتیم و رنگ سفید میذاریم که بسیار زیباتر و خوشگلتره، یعنی در واقع شیکتره. بعد کل اون ستا جایی که خالی گذاشتیم، اگه مثلا خودتون بخواین این خونه رو درست کنین، حدودا 9 دقیقه زمان میبره. ما که الان درستش کردیم کلا 10 دقیقه زمان برد. حالا اینها که همه رو کامل کردیم، بعدش میریم واسه سقفش. فقط سقفش رو خیلی باید دقت کنین چون یه خورده پیچیده تر از این کناراشه. حالا کنارش خیلی آسون بود نسبتا، چون یک دیوار چوبی میذاری. و حتما دوستان دقت کنین این شیشه مشکی که هستش خیلی بهتر میاد تو خونه‌ای که از چوب استفاده میکنی. حالا میریم سراغ سقف رو باید 2 تا 2 تا فاصله بذاریم که وسطش رو میخوایم آخر شیشه بذاریم. الان دوستمون میاد شیشه ها رو میذاره واسهتون، شما مشاهده کنین. و همینطور هم از شیشه مشکی استفاده کنین که جذاب تره. حالا ما الان سقفش رو تموم کنیم، بعدش بریم سراغ چیدن خونه دل بخواهی دوستان. ولی خب حالا ما فعلا رو سقف بشین داریم کار میکنیم. الان بریم قسمت این مربعی آخرش دیگه. یه مربع با چوب درست کنین و بعد 2 تا، دقت کنین که 2 تا باشه، با شیشه مشکی یا سیاه بچینین دورشو. الان دیگه تموم میشه. بله. وسطش هم بازم چوب زرد میذاریم که خیلی قشنگتر. حالا میتونین از چوب بامبو هم استفاده کنین، مشکلی نیست، زیباتره. حالا بریم شیشه‌های این قسمتش هم بذاریم. حالا ما بریم دیگه داخل خونه رو. شیشه اینجا یادم رفت بذارم. شیشه اینجا هم بذاریم، بعد بریم سراغ داخل. خب دوستان الان اومدیم سراغ داخل. تزیینش چیزی که هر جور که دوست دارینه.
ولی خب حالا ما اینجوری معمولا تزیین میکنیم. ولی اگه شما مثلا دوست دارین یه جور دیگه تزیین کنین مشکلی نیست. ما معمولا کابینت اینجور چیزا میذاریم، ولی واسه این خونه از این مجسمه استفاده کردیم که با آرمور هم حالا میاد، اون دوستمون میاد آرمور میذاره روشون که قشنگتر بشه. یه ردیف هم پارکت بذاریم مشکی سفید، گفتم از همه قشنگتره همیشه. یه دونه اشتباه گذاشتم. مشکی سفید همیشه تو پارکت ها قشنگتره. حالا الان فکر نور خونه رو باید بردارم. نور خونه رو معمولا همیشه از این لامپ استفاده کنین که خیلی قشنگتره، چون معمولا تورچا یه خورده نورش بده، به درد نمیخوره. یعنی من از تورچ هیچ وقت استفاده نمیکنم، مگه اینکه مثلا دیگه بخوایم تو حالت کریاتیو نباشیم که خورده باز مجبور چوب استفاده. حالا بریم سراغ این قسمت که خب ما اول یه خورده از این لامپا بذاریم اینجا. لامپاشو دقت کنین رو شیشه ها بذارین که خیلی باحال‌تر میشه. حالا چون که دوتایی نمیخواد میریم این طرفش. این قسمت گوشه میخوایم یه دونه شومینه درست کنیم با از این صندلی‌ها که خیلی جذاب تره. تا الان 6 دقیقه گذشته و ما تا اینجا تونستیم پیشروی کنیم. البته اینم بگم که ما 2 نفریم. حالا اون دوستم بیرونه که فعلا همینجوری واسطه کاری نمیکنه. البته این آرمورا رو فقط گذاشتنش. حالا میریم سراغ شومینه این طرف. یه ردیف صندلی از این چوبا میذاریم و بعدش حالا اینم بذارم بهترش. بعدش 2 ردیفش رو مشکی میزنیم، یه ردیف وسط رو میکنیم دیگه. هر آجولی که دلتون میخواست بذارین. اینجاش دل بخواهیه، فرقی نمیکنه. و اینجاش هم سفید مشکی کار میکنیم. همینجوری میایم جلوتر. حالا چوب وسطش رو دیگه خودتون انتخاب کنید، فرقی نمیکنه، زیاد چیز خاصی نیستش. حالا ما از این استفاده میکنیم. آره نگاه اینا خیلی باحال‌تره. چطور شد؟ خب حالا بریم این قسمتش رو درست کنیم. این قسمتش رو میتونید ساده درست کنید، میتونید خودتون به خودتون سخت بگیرید. ما ساده درست کردیم که راحت تره. ولی خب حالا تو چنلمون آموزش یه بارخواب خیلی قشنگ گذاشتیم که میتونید بریم ببینید با شومینه. من اینجا دفعه جلوترش بذاریم. حالا بریم یه میز مثلا نهار خوری درست کنیم که نسبتا اینو بزرگ درست کنیم بهتره. حالا ما داشته که بتونیم خونه بزرگ باشه بهتره. بله این قسمتش هم درست کنیم. اینجا مثلا میزشه، شما میتونید از پارکت با رنگ دیگه هم استفاده کنید. این از الان خب دیگه تموم شد. یک ردیف پارکت هم بذارم اینجا قشنگ تر شه. سفید مشکی و بازم از این لامپای هم بزنیم. خیلی خوب. حالا میریم سراغ درست کردن یه جکوزی یا مثلا سونای. خیلی خوب. اول دورش از این بلاکا میذارین که خب هم نور میده هم این خورده قشنگ تره. و البته دوستان کسایی که میخوان مثلا این مثل سونا بشه، یه ردیف زیر این آجوری نورانی، یه ردیف زیر این آجوری که میذارین، حالا هر آجوری که دوست دارین، یه ردیف زیر اون آتیش قرار بدین، خیلی راحت تر. همینجوری که مثلا از آبتون نگاه داره بخار بلند میشه، خیلی بهتره. حالا ما اون کارو نمیکنیم چون دیگه خیلی طول میکشه ویدیو. این قسمتش هم درست کنیم. داخل فقط میخواد دیگه آب قرار بدین دیگه، تموم. حالا این دوستمون آبم بذاره که دیگه بهتر شه. اینا هم که دوستان میبینید اینا بیشتر شبیه حوله ماننده. حالا میدونیم هم چی کاربردی نداره، ولی خب قشنگ‌تره. خیلی خوب. این بود از خونه‌ای که ما درست کردیم. برای آموزش‌های بیشتر حتما سابسکرایب کن و اگه خوشت اومد حتما این ویدیو رو لایک کن. ممنونم.